به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان گرامی. درس 15 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ام ام ام. медведь 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 медведь. خرس. машина 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 машина. ماشین. морковь морковь морковь. سبزی یا بیخی و زردک نیز در لغت ها آمده است. این بود درس 15. تا درس دیگر، خدا حافظ.